درود و روز خوش به شما. یه ویدیو دیگه داریم میگیریم. این ویدیو محورش کارگاهی بودش که ما برگزار کردیم توی دانشگاه آزاد 17 اردیبهشت ماه. این کارگاه موضوعش مدیریت غذادهی و استخرهای پرورش ماهیان گرمابی. توی این کارگاه که ما برای پرورش دهنده ها و دانشجوها برگزار کردیم یه سری نکات خیلی مهمی رو از ابتدا تا انتها توضیح دادم. الان یک کوتاه مقدمه میخوام بگم، بعدش بریم ویدیو کوتاهی که از بخش تغذیه همکار من گرفته رو با هم نگاه کنیم. من حالا وسطش توضیحات رو میدم. البته الان سر کارم، یه مقدارم خستم. اگر چهرم خسته است یا صدام کمه دیگه شما ببخشید، کارش نمیشه کرد. اینم البته وسطش بگم، روز کارگاه من یه خوشامدگویی اولش داشتم. بعد از خوشامدگویی دانشجوها مقالات خودشون رو ارائه کردن. اولین همایش ملی با محوریت آبزی پروری محیط زیست و دانشجویان دکترا اونجا ارائه مقاله داشتن همزمان با کارگاه‌هایی که این برداشت برگزار میشد. کارگاهایی هم که برگزار شد سیستم‌های بایوفلک بود، تغذیه آبزیان بود که این بخش یه خورده گسترده تره و خیلی مطالب زیاد بود. من سعی کردم تو یک ساعت و نیم تمومش کنم، ولی خیلی از مباحث رو باید خیلی بیشتر سرش صحبت کرد. این تیکه از فیلم فقط بخشیه که راجع به تغذیه صحبت میکنم. حالا من یه روز دیگه میشینم کلیپ در واقع توضیحات پاورپوینتی که ارائه دادم اونجا رو هی قسمت به قسمت جوریم که از حوصلتون خارج نشه توضیح میدم. میگن که اگر تراکم ماهیتون رفت بالا این 25 تا 30 هم باید شما افزایش بدید. ما به همون اندازه داریم میزان خود بحث سر همین بود. ما سوال کردیم که از شما هم بشنویم. ما آخه با همون اندازه داریم میزان خوراک افزایش میدیم، یعنی اون مقدار پروتئینی که نیازه. ولی الان بعضی از شرکت‌ها که میان خوراک ویژه رو اسم میبریم، الان ما اینجا میگن که ما خوراک ویژه مخصوص تراکم داریم میزنیم. اینو میخوایم یه توضیح بدید به ما که پروتئین احتیاجش خدمتتون عرض کردم تغییر نمیکنه. یعنی ماهی که توی تراکمه نتیجتا پروتئین بیشتری نیاز نداره. ماهی که توی تراکمه پروتئین قابل هضم بهتری نیاز داره. یعنی باید زمانی که ما پرورشامون متراکم و فوق متراکمه پروتئین کلمون سی رو باید تغییر کنه، ولی باید بیایم رو پروتئین قابل هضم. یعنی اون عدد حداقل 60% پروتئین قابل هضم باید بیاد نزدیک بشه به بالا، یعنی بشه 70%، بشه 80%. یعنی 80% اون 30% قابلیت هضم داشته باشه برای ما. باید پروتئین قابل هضم رو بده بالا. اون خوراک ویژه‌ای هم که شما عرض می‌کنید اینه. پروتئین عددش ثابته ولی میان قابلیت هضمش رو، چون شما درخواست دارید می‌خواید پول بیشتری بدید، میتونید پول بیشتری بدید، میان خوراک رو برای شما ویژه‌تر می‌کنن، پروتئین قابل هضم خوراک رو میارن بالا و میشه اون خوراک ویژه‌ای که در واقع ببینید سویا، پودر ماهی بیشترین قابلیت هضم دارن توی مواد غذایی که داخل جیره هستن. پودر ماهی بالای 90%، سویا بالای 80%. این دوتا پارامتر رو در واقع توی غذا میبرن بالاتر که قابلیت هضمش بیاد پایین‌تر، که گرونترین پودر ماهی گرونترین آیتمیه که ما توی خوراکامون استفاده میکنیم به صورت عمده، ولی از نظر کلی مواد افزودنی گرونترین در واقع موادی هستن که ما مصرف ویتامین، مواد معدنی، آنزیم ها، پروبیوتیک، پریبیوتیک ها. مقدار استفادهشون پایینه، مثلا 1/10 در تون، ولی اون عددی که توی در واقع قیمت خوراک میبینین وابسته به پودر ماهی و مواد افزوده. سویا رو به صورت دستی به ماهی میدادیم، یعنی با جون و بعد وقتا تدبیر که دستون در میرن تلفات کبود باشه، سمیت کبود بود. بحث قابل قدر بودن سویا که سمیت کبود بود. سویا هم میگم تا یه حدی میتونید ببرید بالا، چون کربوهیدرات هم داره. بالانس جیره مهمه. اینکه یهویی سویا رو ببریم بالا چه کربوهیدرات بشه 50% فایده نداره. بالانسش مهمه که این بالانس کردنه با بالا
کردن مواد اولیه ماهی توی اون نرم افزار جیره نویسیه که به دست میاد. بالانسش میکنن، تمام آنالیزش یکسان بشه، اما پروتئین با کیفیت تری است. وسط در واقع این کارگاهی که برگزار کردیم هر کسی سوالی داشت همون لحظه مطرح میکرد یا بین دوتا موضوع مختلف من خودم سوال میکردم که مثلا اگر بحثی هستش انجام بشه. اینجور کارگاه ها حتی به درد افرادی که 0 کیلومتر هم هستن میخوره. من میخوام سعی کنم امسال حتما به صورت آنلاین هم چندین مورد اینطوری برگزار کنیم. ممکنه روی رشد ماهی و قسمتی که تخصص شرکت و عوامل شرکت هستش بحث تغذیه مناسب. تغذیه مناسب از نظر ترکیبات جیره، احتیاجات ذاتی خود ماهی باید چطور باشه که بهترین رشد و کارایی غذا رو ما داشته باشیم. سازمان‌های مختلف غذایی از جمله FAO، NRC اینها تحقیقات پایه‌ای رو روی تمام ماهیان انجام دادن. ماهیان در واقع آبزیان، دام و تویون تحقیقات پایه‌ای انجام شده. ماهی که ذاتش عوض نمیشه، تنها شرایط پرورشیه که عوض میشه. ذات ماهی یه سری احتیاجات ذاتی دارن. ذات ماهی احتیاجات ذاتی دارن. من هم یه مقدار استرسمو نشون نمیدم موقع توضیح دادن، توتی میدم و استرسم به صورت ذات ماهی ها یه سری احتیاجات ذاتی دارن. یعنی چی؟ از نظر پروتئین، چربی، کربوهیدرات، مواد معدنی که مورد نیازشونه یک عدد در واقع ثابتی داره. ماهیان گرمابی هم به صورت کلی یک پروتئین بین همونجوری که عرض کردم 25 تا 30 یا گاهن 32% نیازشونه، نیاز ذاتیشونه. از این نیاز ذاتی بیایم پایین‌تر رشد کم میشه، از این نیاز ذاتی بریم بالاتر باز رشد کم میشه، چون دفعیات ماهی داره زیاد میشه، عوامل محیطی رو به هم میزنه و رشدش رو تحت تاثیر قرار میده. پس این عوامل ذاتی قابل تغییر نیستن و ثابتن که پروتئین برای ماهی کپور معمولی بین 25 تا 30، کپور علف‌خوار 28 تا 32%، کپور نقره‌ای حدود 30%. بیگ هد که کلاً از چرخه در واقع غذایی جداگونه مجزای زوپلانکتون مصرف میکنه بیشترین نیاز پروتئینی رو داره، اما چون تغذیه زوپلانکتونی قابل بحث نیستش. بحث پروتئینش رو گفتم. بخش چربی کپور ماهیان به صورت کلی 4 تا 8% چربی نیاز دارن. یعنی چی؟ یعنی خوراک وقتی میره برای آنالیز چربی باید زیر 9 باشه، زیر 8 باشه. اگر بالای این عدد باشه ماهی از نظر سیستم داخلی اما احشا به هم میرسه، یا دچار کبد چربش میکنه یا تجمع چربی بیش از حد داره. اینا همه مسائلی هستن که باید مد نظر داشته باشید. خوراکایی که میبینید تیره رنگن به خاطر اون در واقع پروتئین بهتری که استفاده شده ندارن. خوراک‌ها که تیره میشن یه مرحله روغنزنی دارن که تیره میشن. ما الان خوراک خاویاری که بالاترین پروتئین رو توی آبزیان داره هم قبل از روغنزنی ببینید تقریبا هم رنگ صندلی هستش که نشستیم روش، این رنگی است. توی پروسه روغنزنی که از روغن ماهی و روغن گیاهی استفاده میکنن رنگ اون خوراک تغییر میکنه. روغن ماهی خوراک رو تیره تر میکنه، روغن گیاهی ماهی رو یکم روشن تر میکنه. روغن ماهی خوراک رو تیره تر میکنه، روغن گیاهی ماهی رو تیره تر ماهی روشن تر میکنه. الان هم دارم میگم من تو دارم سپیدیم. اون چربی اضافی که داریم میزنیم به خوراک‌ها که بازار پسندیش بالا بره گاهن برای ماهی مفید نیستش، مخصوصا برای کپور ماهیان. کپور ماهیان چربی مورد نیازشون بین دیگه 4 تا 8% ماکسیمم. چربی بیش از حد میاد تجمع میکنه روی سطح آب، تبادل گازی رو به هم میزنه. چربی بیش از حد این حالا ممکنه به خاطر چربی باشه. درست. کیفیت آب رو خراب میکنه چربی میشه. خوراک چقدر خوشمزه. چقدر خوشمزه اصلا چه دارویی درسته. فکر می‌کنیم مثلا فروش سبزیه باید مثلا یه سایه خوب روغن باشه. همون آب گریبان داره میگیره شب. درست. باعث در واقع به هم خوردن تبادل گازی میشه. درست. حالا ما بعضی از شرکتایی که کار کردیم ما دست ما رعایت می‌کنیم، بعضی رعایت می‌کنن
دراز بشن که چرا غذاتون اینطوریه. عرضه و تقاضاست که بازار رو تنظیم میکنه، چه از نظر کیفیت چه از نظر کمیت یا هزینه. شما وقتی مثلا مشتریان یه شرکت 90%شون خوراک چربی خوردن رو میپسندن، شما نمیتونی اصرار کنی برای اینکه من چربی نزنم، مشتریات رو از دست میدی. طبعا اینه که شما عزیزان باید این اطلاعاتتون بره بالاتر. چش خودمون نه، چش بعد ماهی سیر بشه، ما نباید چشمون سیر بشه از اینکه این غذا چقدر خوشگله، چقدر قشنگه، رنگش خوبه. باید ماهیمون استفاده ببره از این غذا. باید احتیاجات ماهی رو بفهمیم چیا هستن، یاد بگیریم، تقاضا کنیم از شرکت‌هایی که دارن کار میکنن. و من ماهی نیاز به اینقدر چربی نداره، برای چی اینقدر چربی میزنی؟ این تعامله که خدمتتون عرض کردم، تعامل دو طرفه باید شکل بگیره. مورد بعدی که بعد از چربی مهمه کربوهیدرات. کربوهیدرات هم توی کپور ماهیان تا 45% کربوهیدرات خام قابلیت هضم و جذب داره. یعنی شما وقتی آنالیز خوراکی رو میبینید باید کربوهیدراتش زیر این عدد باشه، زیر 45% باشه. هر چقدر این عدد پایین‌تر باشه، هضم و جذب و انرژی که ماهی سیو میکنه بهتر صورت میگیره. اما به صورت طبیعی هم شما جوی خام دارید مصرف میکنید گاهن سر استخ، یعنی در حد هستش که جوی خامو هم میتونه هضم و جذب کنه. اما کربوهیدرات بالای 45% باعث باز کبد چرب و تجمع چربی توی امواحشای ماهی میشه. یعنی این هم یکی از موردهایی هستش که مهم. و ویتامین ها و مواد معدنی. ویتامین ها هم خب باز یه تعریف در واقع عددی دارن توی جیره. از این تعریف عددی از بچه ماهی تا زمان مولدی تقریبا این عدد یکسانه، با یک کم بالا پایین شدن که ویتامین های محلول در چربی آدئیکا هستن و ویتامین های محلول در آب ویتامین های C و B که کپور ماهیان ویتامین B رو به صورت طبیعی هم سنتز میکنن، هم به صورت زیادی چون توی غلات هست و اکثرا در واقع قالب غذاشون هم غلات هست دریافت میکنن. اما سنتز ویتامین C توی بدن ماهیان یا انجام نمیشه یا به شدت ضعیف هست. پس ما باید ویتامین C رو به صورت اووردوزتر به ماهی کپور برسونیم. همون پیشگیری بهتر از درمان است که ماهی سیستم ایمنیش رو قوی کنیم و حتی باعث اشتها آوری ماهی میشه، کمتر دچار استرس میشه. این عواملی که ممکنه اذیتمون کنن تقریبا از بین میره. معمولا کپور ماهیان چون توی آبهای غنی دارن زندگی میکنن، چه از نظر مواد عالی چه از نظر مواد معدنی، کم پیش میاد که دچار نقص مواد معدنی بشن. اما به صورت یک بیسیک اون احتیاجاتشون توی جیره باید دیده بشه و اضافه بشه. کلسیم، فسفر، پتاسیم، روی، آهن، اینا رو باید حتما اضافه کنیم. یک ترکیب جیره ایدئال تا حدی ایدئال که بشه قابل انتقال باشه با بیشتر پرورش‌ها، از نظر ترکیب جیره این درصدها رو داره. پروتئینش بین 25 تا 30 باشه، چربیش بین 3 تا 9 باشه، کربوهیدرات 30 تا 45، خاکستر 7 تا 10 یعنی ماکسیموم باید 10 باشه و فیبر 4 تا 7 برای اینکه اون در فعالیت باکتریایی و هضم و جذب ماهی توی روده‌اش به کنترلی برسه. خاکستر از چیه؟ خاکستر مواد معدنی غیر قابل هضمه. شما این عدد هر چقدر بالاتر بره نشون میده که مواد تشکیل دهنده غیر قابل هضم از نظر مواد معدنی توی غذاتون بیشتر دارید. تا یه حدی هم قابل کنترله و ما کارخونه جاتان وصلیم به اونایی که تولید کننده پودر ماهی، یعنی پودر ماهی و در واقع مواد پروتئینی یکی از مهمترین تشکیل دهنده های خاکستر غذاست. تا یه حدی از طرف شرکت قابل کنترله، ولی از یه حد دیگرش وابسته به اون وجدان کاری پودر ماهی فروشیه یا اون تولید کننده پودر ماهیه که در واقع پودر ماهی داره برامون ارسال می‌کنه. راجع به عوامل تغذیه‌ای گونه و سن ماهی هم مهمه. ماهی‌های جوان‌تر احتیاجات تغذیه‌شون بیشتره از نظر مخصوصا پروتئینی و مواد افزودنی مثل ویتامین ها و معدنی ها. از ماهی‌های پرواری احتیاجاتشون بالاتره. توصیه بهترم کلا برای صنعت تغذیه آبزیان اینه که حتما مواد افزودنی های در واقع قابل اطمینان استفاده کنن. حتما از شرکت ها بخوان که آنالیزش رو بهشون بدن. این آنالیز خیلی مهمه توی استفاده از مواد اولیه. تعهد شرکت های خوراک هم آنالیزی که به شما ارائه میدن توی بروشورها
هاشون. شما هر بالا پایینی که توی این آنالیزا میبینید بر اساس اون آنالیزی که شرکت ارائه کرده میتونید ازشون درخواست کنید، میتونید تقاضا کنید که آنالیزشون رو نزدیکتر کنن به اون طرح‌هاشون. پرو و پریبیوتیک ها هم یکی از مواد افزودنی هستن که به شدت تاثیر میذاره روی کاهش استرس، روی نیمه‌ای ماهی. آخرین چالش این بخش اینه که ما از خوراک‌های کنسانتره آماده صنعتی استفاده کنیم یا سر کارگاه خودمون چرخ گوش بگیریم استفاده کنیم یا کلا غلات استفاده کنیم. کدومش بهتره، کدومش جواب میده؟ باز هر کدوم از اینها یه معایبی دارن، یه محاسنی دارن. معایب و محاسنش رو باید بسنجید، اون چیزی که مد نظر شما هست استفاده کنید. مقایسه‌ای که بخوام انجام بدم، شما استفاده چرخ گوشت صنعتی سر مزارعتون داشته باشین، مزایاش چیه؟ توی هزینه‌هاتون صرفه‌جویی می‌کنید، یعنی هزینه تولیدتون میاد پایین‌تر تا حدودی، یعنی خوراک ارزان‌تری میتونید تولید کنید. شرکت‌هایی که توناژ خیلی پایینی دارن به بازار میدن، قابلیت اینو دارن که خوراک‌های ارزان قیمت‌تری در واقع بهتون ارائه بدن. اما خب این جیرش چیه؟ دیگه اونا باید بگن جیرشون چی هست. از نظر خود هزینه چرخ گوشت که سر مزارع هست، هزینه تولیدش پایین‌تره، چون میتونید مواد دسترسی محلی دارید ارزان‌تر مصرف کنید، هم کیفیتش هم دست خودتونه، کیفیتش رو میتونید خوب انتخاب کنید. تنظیم فرمول اختصاصی دارید، یعنی شما مخصوص به پرورش خودتون خوراک تولید میکنید. اینم به درد اشخاصی میخوره که سطح زیادی از کشت رو دارن، یعنی سالانه ممکنه 500 تا 600 تن ماهی برداشت کنن تا طبیعیه که بخوان هزینه تولیدشون رو کنترل کنن. اما استخراجی که در حد 20 تن 40 تن 60 تن هست طبیعتاً صرفه اقتصادی نداره که جیره اختصاصی استفاده کنه. کنترل و نظارت کامل بر کیفیت مواد اولیه. دیگه اینجا خودتون مسئولید و خودتون انتخاب میکنید که خوراکی که با کیفیت استفاده کنید، گرونتر باشه، یا خوراکی مثلا کیفیت پایینتر استفاده کنید و براتون هزینه تولید کمتری داشته باشه. و بر اساس نوع پرورشتون، تراکمتون، وزن ماهی، اینها قابل جابجایی هست. تولیداتتون تازه به تازه است، یعنی از تولید به مصرف، همون لحظه که تولید میشه میتونید مصرف کنید. اما خوراک‌های شرکتی معمولا بین 4 تا 6 ماه تاریخ انقضا دارن، یعنی شما میتونید اینها رو ذخیره سازی کنید و نگه دارید. کاهش نیاز به ذخیره سازی بلند مدت خوراک، اما معایبش عدم یک نواختی و کیفیت ضعیف‌تر اون ساچمه‌هایی که شما استفاده می‌کنید هست. یعنی استحکامش کمتره، اون آردینگیش اصطلاحاً یعنی اون آسیاب شدن مواد، هرچی مواد بیشتر آسیاب بشه قابلیت هضمش بالاتر میره. سر استخراج و چرخ گوشت‌ها این امکان رو شما ندارید که موادتون رو به آردینگی کمتری برسونید. عدم ثبات تغذیه‌ای و تغذیه ترکیب غذایی، یعنی ممکنه شما یه بار پودر ماهی با کیفیت بخوره به پستتون، یه بار بی کیفیت بخوره. اینه که یک ثباتی توی روند تولید خوراکتون ممکنه نداشته باشید. و همینطور استانداردهای بهداشتی توی کارخانجات، مخصوصا دامپزشکی، نظارتش سفت و سختی داره روی این موضوع که حتما تمیز باشه سالن‌ها از هم جدا باشه، سالن تولید، مواد اولیه، مواد افزودنی، انبارها، تمام اینها باید تفکیک شده باشه. اما سر مزارع چون تفکیکی وجود نداره، شما به راحتی ممکنه آلودگی‌های میکروبی و ویروسی رو چه بین کارگاهی چه درون کارگاهی در واقع افزایش بدید. امکان محدودی دارید برای اینکه افزودنی‌ها رو استفاده کنید، چون افزودنی‌ها معمولاً با دستگاه خاصی، چه میکسر، چه روغنزن، چه استابیلایزر، اینا دستگاهی هستن که میتونن مواد افزودنی رو بهتر داخل خوراک تزریق کنن، اما توی چرخ گوشت‌های سنتی این امکان رو نداره. اینجا کلیپ در 18 دقیقه تموم شد. توی کارگاه‌های این چنینی خیلی فرصت بحث پیش نمیاد، چون اول اینکه افراد تمایلی به صحبت کردن ندارن، از این نظر یه مقدار دچار عدم اعتماد به نفس. افراد زیادی بعد از کارگاه اومدن پیش من و شروع کردن صحبت کردن با من که آره ما شرایطمون اینجوری، چرا تو کارگاه صحبت نکردیم، چرا زمانی که داشتیم کارگاه رو برگزار می‌کردیم سوال نکردیم که حالا بهتر بشه توضیح داد. و متأسفانه این عدم اعتماد به نفسه
یه مقدار میزنه بالا. خیلی از افرادی که حتی از نظر اطلاعات عمومی هم دوست داشته باشن یه چیزایی راجع به دنیای آبزیان ببینن یا بشناسن یا یاد بگیرن، میتونن این کارگاه ها رو شرکت کنن، مطالب رو بخونن. من حالا شاید من اینجوری هم که خیلی دوست دارم مطالعه کنم، کتاب خوندن برام جزء اولویت های زندگیه، ولی چه کاری، چه درسی، چه رمان، روانشناسی، خیلی از افراد الان دیگه تمایلی به کتاب خوندن ندارن و میرن بیشتر سمت دیدن ویدیو. حتما ویدیوهامون رو ببینید، مطمئن باشین لذت بخشه براتون. کم کم اگه علاقه داشته باشید به این موضوع، حتی با سرمایه خیلی کم میتونیم یه کاری رو ران کنیم. حالا توی البته برنامه آینده من در واقع صحبت راجع به این کارگاه هست، صحبت راجع به پاورپوینتش هست که این میشه بخش آموزشی در واقع پیج. بعدن یه کارگاه کارآفرینی هم برگزار کردیم تو حوزه شیلات که این خیلی برام مهمتره نسبت به این کارگاه، چون یه جوری معرفی این صنعت و کارمون میشه. این کارگاه برای من مهمتره و حتما اختصاصا کلیپش رو میگیرم. بعدا یه کانال ایجاد میکنم برای اینکه شما بتونید فایل ها رو هم دانلود کنید، اگه میخواید بخونید بتونید مطالعه کنید راجعش. دیگه فکر میکنم بیشتر از این ویدیو رو طولانی نکنیم بهتره. امیدوارم که خسته نشده باشین، مطالب این مقدار براتون جذاب باشه. اگر پیشنهادی دارید، اگر دوست دارید راجع به موضوع خاصی صحبت کنم، حتما کامنت بذارید برام زیر همین پست، لایک کنین، سابسکرایب کنین، به دوستاتون ما رو معرفی کنین. حتما کم کم تیممون داره تکمیل میشه، کم کم تیممون رو گسترش میدیم و شروع به آشپزی هم میکنیم. یه مقداری 1-2 هفته 3 هفته دیگه به من مهلت بدین، بعدش دیگه میریم تو بخش آشپزی خیلی جذابی که منم خیلی 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 زیاد بهش علاقه. روزتون خوش باشه، زندگیتونم همراه با آرامش مطلق باشه. خدا